سلام عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یه نکته میخوام بهتون بگم در مورد قوز کمر که چگونه شکل میگیره، چرا شکل میگیره و چه راهکاری براش هست. راهکارهاشون تمریناتیه که من بهتون گفتم توی پیجم، میتونید اونا رو ببینید. ولی خب چی باعث میشه که یه همچین اتفاقی بیفته؟ ببینید، عضلات بدن هر رفتاری که باهاش صورت بگیره به همان حالت عادت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا من عادت دارم کلم تو گوشی باشه، پایین باشه، اگر استمرار صورت بگیره و این کار انجام بشه طولانی مدت، عضلات گردن و سینه من عادت میکنن به این پوزیشن و همون پایین میمونن که آرزه‌ای به نام فوروارد هده که به تبع اون میشه کایفوزیس، قوز کمر. هر عاملی که باعث بشه که من رو به جلو خم بشم، طولانی مدت بشینم یا بخوام کار خاصی انجام بدم ولی طولانی مدت باشه این موضوع، این آرزه به وجود میاد. چرا؟ چون عضله عادت کرده به اون حالت، به اون زاویه و اون شکل و شمایل رو به بدن شما میده. خیلی زشته، خیلی شکل و شمایل زشتیه. از الان به بعد چون میدونین دلیلش رو دیگه زشته، ولی قبل این نمیدونستین اشکالی نداره. کسی هم حق نداشته به شما چیزی بگه، اصلا کسی حق نداشته دخالتی کنه تو کار شما. ولی از الان به بعد چون یه شخصی داره به شما این موضوع رو با دیتیل میگه و عوامل موثری که این موضوع به وجود میاد و به شما میگه، از این به بعد دیگه باید به فکرش باشید چون مهمه. حیفه باشگاه میرین تمرین میکنین، تغذیه خستگی میکشید و فلان، زحمت میکشید، بعد آخر سر پک و سیکس پک و پهلو صاف و فلان و سینه جلو، ولی اینجوری جالب نیست. همه رو با هم فیکس کنید. خیلی ممنونم از دوستانی که حمایت میکنن، خیلی ممنون از کسانی که تا انتهای ویدیو میبینن همیشه و من به موقعش تو شرایط مناسب جبران میکنم و ازشون کمال تشکر رو دارم. موفق و مایت باشید. تنتون سلامت.